السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اکثریت ما در غریبی هستیم، کار میکنیم، مشکلی های زیادی داریم. کسی کار ندارد، کسی همسر ندارد، کسی بیمار است، کسی گم شده ای دارد، کسی فرزند ندارد، کسی همسر ندارد و دیگر مشکلی های زیادی است بر سر ما. وقتی به نزد کسی می رویم و از آن مدد طلب میکنیم، یا اینکه با طعنه و با منت از نزدش می آییم، یا اینکه هیچ جواب خوشی نمیگیریم. اما وقتی که در نزد الله دو زانو را میگذاریم، دستها را بالا میکنیم، دعا میکنیم، الله متعال دعای ما را مستجاب میکند و الله متعال بنده‌اش را ناامید نمی کند. در کتاب امام الترمذی حدیثی روایت شده است. سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنید که رسول خدا فرمودند دعایی است اگر مسلمان دعا کند دعایش را الله متعال قبول می کند. این دعا چیست؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وقتی یونس علیه السلام در درون شکم نهنگ بود، در بین مرگ و زندگی بود، وقتی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین گفت، الله متعال در قرآن می‌فرماید فاستجبنا له، ما دعایش را قبول کردیم. و كذلك ننجی المؤمنین، و همچنان اگر مؤمنان مسلمانان با این دعا کنند دعایشان را هم قبول میکنیم. در حدیث دیگر ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقت مشکلی بر سرش پیش می آمد دعا میکرد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم انسان بود و مثل ما زندگی میکرد. مشکلی بر سرش پیش می آمد، قرض میگرفت، قرضدار میشد، دعا میکرد، میگفت لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله رب العرش العظیم. با این دعاها مرهم و دردی که داری ان شاء الله تعالی بعد از کردن این دعاها شفا میابی، غم و اندوه دور می شود. این دعاها را به دیگران رسانید، شاید کسی محتاج باشد دعا کند، در ثوابش همه ما و شما مشترک شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.